چی اشتباهی کردیم ما؟ چی اشتباهی کردیم؟ این مصلحت خوب عباس بله. بیا برو به کاکا خسرا کو یک دفعه خزه بیا یک دفعه تا بخونه. تو سکی پیار از اشته آدم چیکار کنم بابا؟ بده برو کاکا خسرا کو خزه بیا. کاکا خسرا کاکا بگو خزه بیا تا بخونه. ما بابا ما گفته کار دارم تو. تو این پیار از سکو به چی زبون به چی ملایمت خود ما گپ میزدیم مادر از چی زن شریفی این خود از سکو همون راست بده که از آتش خاکستر وجود میاد. بیدا چی اشتباهی کردیم ما به خدا بسم. مادر عباس تو بیا اینجا در دفعه. اینا هم بگه این بدبختی ها رو من راست تو میبینم. تمام این بدبختی ها راست تو میبینم. دمی که با تو گفتم زن این بچی نیه برای ازی من نمیدم تو گفتی مگر این دختر بدی برای ازی بدی. این بچه ای تنه او تنه فلانه. چکار شده با تو چی گفته؟ آخه برادر همی این بچه ای که کاملا این بیجانشینه که زن رو تا به شما خبر گرفتم از این بر از او خبر گرفتم این بیجانشینه سرکوچنشینه عملیه مواد فروشی میکنه کار دگی و مواد فروشی میکنه از این دیگه چی بدبختی تر دیگه اشتباه بعد کردیم پیش میگم سر بالا گیریم ما روز ما شما ندیدیم اشتباه چی خوبی بود که آدمی دیگه نه شکسته کلی در نقطه اصلا گرم نمیزن با خیالت چی واسه کنی که چه چی دیار کرده آلکه من هر رقم نشه هر رقم بهش حال برا رو بیام تصمیم میگیرم من طلاق دختر خازی میگیرم کمی بسته ما بعد بگم من طلاق دختر خازی میگیرم خب میشه خوار دو مدت چی خمسه خبر کنم طلاق دختر گپ نزن از می تا این بدبختی ها تو به سر ما آوردی خوار دومات چی رقم سر خوالا کنم تو میفهمم تا کارو تو نمیکنم تو دیگه گپ نزنی خوب همین فهمیدم پیش دختر دوماد و عروس ما چون فلان سر خود چی رقم بالا بگیرم یا الله بیا بفرمایید یا الله سلام برا خوبه جان بخیر سلامت اشتر بالا چی حال داره بخیر سلامت باش چه گپایه قرار داره طرف شما خیریت سلامت باشیم زنده باشیم برات نره که ببین گفتم باشه فکر چی مهم لالامه به خدا برا ما هم یک مشکل برخورده چی مشکل خدا بعد نده چیکار شده همین دوماد ما این مصلحت خیشی که کردیم خدا از همین تو مشکل برخوردیم دوماد ما یوار پرسجو کردم اول همین پیار از آمد خیلی همین تا به گردن کرد من پیار از دیدم گفتم به خدا اینا خیلی مردم فکس و برابریم همین تا به ملایمت صحبت نمیکرد که باور شما باشه که من اصلا گفتم یعنی اینا رو بیافتم میت فکر میکردم ساعت که آل که چی میکنم آل که نگاه میکنم میبینم که بچه بیجانشین مواد فروشی میکنه بچه سیگاری او شو به خونه آمده عکسی و نمزاد گرفته چی به در کرده سیگار و نمیفهم یک رقم پاکتا گولی و حتی کسی رو به در کرده انیت و جنجال افتاده آله برو هر رقم میشه کاری بگیرید نظر یک مشوری ما بده که من طلاق دختر خوب بستم زندگی من خود ای بیخی باعث بدبختی منه برارمه همون روز فاتح دست همون روز من ماستم بگم شما رو گوشه کنم بگم که همین بچه که من دیدم هنمی چری و از اون مردوزدار میمون باز گفتم اگه گپ بزنم شما به دل خود یک فکری نکنید که این برار من اسودی من دختر من نامزاددار شده این اسودی میکنه به خاطر دختر ازی به خونه بمونده شکر نمونده من میده 6 ماه قوا میکنم هر وقت عروس کنم دختر خود راست میگی برار کاش که میگفتی که حداقل به این روزگار من قرار نمیگرفتم حالا یک طریق کار باید بکنه که این مشکل حل کنه ما روز اول این پیر مادر از دیدم گفتم به خدا اینا بیترین آدمایه دیگه چی میفهمیدم که تا کار میشه فقط از اول متوجه خودی میبینی که همین چی رقم بچیه چی رقم آدمیه به پیر مادر کودن دختر خود نمیده دختر خودم به خودی میده ببینه که چی رقم بچیه چی رقم نیه و امروز ماستم بگم باز چیزی نگفتم گفتم با همین لالام دل چیزی نه حالا برو زخم مولا نمک نپاشم حالا برو اصل مطلب که چیکار کنم من چی رقم راه چاره برسته بده که من چی رقم چی نره پیش برم کمی دختر خو پس بستونم از اینا اگه از من میفهمی برارم خون دختر خور بخر فقط همین پول مولا اینا رو بنده به پیش اینا بگو خیشی
بریم برای کار خو بریم. میکنم این کارو برو 100% میکنم. بخی برو بخونه ابی قومای که ما خودی نخشی کنیم. خلی دومات بخونه دومات خود. ام پیار بچه گر بگو بخیزی بیایی. خب بده. هر رقم شده من فیصله میکنم والله. دیگه این مسئله یک عمره. برارم من دیگه میرم که حالی میایم. همه کاسا گوزه به سر من اشکنه. فقط هم که آمد همون پولکای رو میدی. ای گفته اگه چه کار و فلانه بیخی از اون 1 لک خوانتیر شد. اگه 1 لک هم ماست بده خون دختر رو بخر. همین کارو 100% میکنم. من رفتم دیگه برارم. من ابتدای کار من مجبورم که کارو بکنم. بیخی خوب گرد. فردا از اینکه با مشکلات و مصیبت گرفتار شدم اول کاره که مگر مجله از این کارو بگیرم. با خوب فکر شدی برارم. من رفتم. برو والا پرد خداحافظ. سلام بگی زن برو میدارم. بچیش. خداحافظ شما. خدا شما. زن الله خداحافظ. من رفتم دیگه. چای میخوردین؟ زنده باشی من کار دارم. چخه مرد سلام علیکم دیلا اشتنی اشتنی جانجور اول خوب خوب خیری خیریت جانجوره شکر کجا پیار تو بیار ما به سر ها ای تخما شفتال چیز میکنم آب چوبار میبرم سکو تخما شفتال پیار میگفتن خود تو هم بیا پیار خود پیار تو بیا یک چکر به سر مار بیت تو زبیده کار داره نه پیار به شما کار داره یک چکر بیان تو بخونی ما زبیده اشتنه خوبه وقت دیگه که دیر میشه بابایی ها وقت برن که دیر میشه دیگه کار داره آخه اینا میگم ما پیازار ما این بکنیم پیازار اینا یک دقیقه این کار نیم ساعت کاره سکم شما چی میگم بریم بریم که دیر میشه بریم من این پیازار هم دارم کجا کنم بابا مادر تو میخورم ما نمایم پیاز بابا اگه نقص داره با مالداری نقص نداره ما بگیره پیار بشه دویده بریم ما و پیار ما بریم سلام علیکم خدا قوت سلام علیکم خوبی بخیری شکر زنده باشین عباس بیامده که پیار ما میگم بیاین تا به سرا ما بیاین که ما چون شما پیار بچه ها کار داریم کاکا پیار میگفتن شما نو گله یک دقیقه تا هم سر ما بیاین که شما کمی کار دارم خیریت هست؟ خیلی خیریتی برین شما کمی کار دارم چه کار کردی؟ پیازار خلاص کردی؟ همه خلاص شو نه اندازه یک تا خونه دیگه بمونده خامونا رو خلاص میکردی دیگه کرای میکردم اونو خوی بیامده همه بگر بریم مال برین خاطر مسئله بریم سعی کنیم چی مایم بریم بریم که بیایم این پیازار هم چی کنیم اینا رو ما به زودی پیدا کنیم که برای بلد کار جمع شامه بریم خیلی خوش آمده. باشیم سلامت باشیم. قرار از مزاحمت که ما شما رو اینجا خواستم میفهمی چه لاجگه خواستن شما به اینجا دلیلی و اینه برارمه که این مسئله خیشی ما و شما قطع رابطه. چرا برو الان چی دیدیم؟ مشکل داریم. جان برار شما دم اول که بخستیم آمدیم بخونیم و دم اول که شما بخستیم آمدیم بخونیم آمدیم خیلی به ملایمت که ما چون بچه ما ایتنه بچه ما اوتنه بچه ما فلانه ما چون دسته گولی فهمی رقم اون رقم از سر کلی و نور میباره ایت گپا با مزریم اما با عمل چیزا بدر نشدیم جان برای شما میفهمیم ما به قصه چیزی نیو دختر انسان رو بیشتر هم خیلی ارزش داره شما 7-8 ماه همینجا خود ما خیشی کردیم با پدر یک کیلو میوه لعنت که شما نکردین که همین عروس خوردن بیاره ما به نویزی به چیزا نداریم ولی یک چیز به شما میگم جان برو اونا همه گذاشته از دیگه که همین بچه شما برادر ای که بیجانشین به در شده ای که کلا سرکوچه نشینه ای وقت به خونه بیامده اتاکیسی و نمزاده و گولی به در کرده سیگار به در کرده سیتی به در کرده
شما در اول همین گپا گفته بودیم ما. فقط یک گپ به شما میگم لالا جگر، اگر خوشیم به همین حالا که چهار کمی مسئله ما و شما فاسد خشه خوب اگر نه که مسئله شما با مکان نگشم سعی کنیم برو جو. هر چه شما بگیم ما قبول داریم. ما ملامتیم. حقیقت ما ملامتیم. چرا کم چنو؟ همین که شما بگفتیم با خونه از من بچه‌ها بگفتم که خوشو همین بچه همین از کسی و گلی بدر کرده، زن از کسی و سیگار بدر کرده. واقعیت ما ملامتیم. باز اگر شما میفهمیم که طلاق دختر فرماییم، باز هر رقم شما میفهمیم مشکل با ما. جانورا ما مجبوریم طلاق دختر خور بگیریم. ما دختر خو از کنه گرفتم. راست میگی. دختر و پاره جگر منه. شما 7 ماه شما چیکار کردیم؟ کدو گل به سر می دختر زدی؟ نه پول نداره ماما. یاد نکردیم. ما که دومادی نمایی. یا که هم که هرچی کار میکنه نمیدم ولی دختر که میفهمیدم که خوده. لالا جگر یک کلمه. شما برادر به می 7 ماه شما 30,000 پول اصلا اگه به 30,000 پول وردیش بیاری. همین 30,000 شما لالا 20,000 هم اصلا شما 50,000 ببینم. بخی 1 لک ببینم لالا. این مشکل ما قطع رابطه. برای کار خورده برادر. ما نمیتونیم این خشی بکنه پر شما. اگه لالا با ملایمیت با خوشی و رضایی خوشی خوب اگر داری وعده ما تو صبح محکمه. خوب مشکل نیه. برو لالا بیا یک خط هم تو نوشته میکنم که این معامله ما شما قطع رابطه. بیا پولا خورم رو ببره. این خیشی دیگه اصلا خیشی نه خیشی. چند فایده میدیم به ما؟ گپ نزن بخ. چند فایده میده. روز اول تو اومدی ما تو دیدیم تو چی رقم جوانی بودی به اواخر چی بدر شدی 5-6 ماه تو با 100,000 بدر شدی. چند فایده میده. این بچه شما مواد فروشی میکنه شما خبر داری؟ اگه خبر داشتی ما نگفتیم که خواهر ناجوانی شما نه. ما چی خبر داریم؟ چرا دختر برتکه میزنه به تنور میکنه؟ سر صبح به سر کار میریم شوم بیم چی خبر داریم؟ ما خو ندیدم. چرا که روز اول بدیدی لالا بدیدی این گپ نزن. ما و توریش مستفید شده بعد این گپ نزن. تو خبر داشتی که این بچه تو بیجانشینه. تو خبر داشتی که این بچه تو عملیه. تو بخستی بیا میدم دختر رو به بچه خو بخواستگری. با شما برای من از بود که خبر بگیرم. بشی گم شو بشی. بله دیگه نه پیش. ما که دومادی نمایی. در خونه در سر رو میکنی که برام بخور. وعده ما و شما سبب بیام 1 لک پول ما در خونه بخور. ما از خیشی بیزار. بریم بخیر. بریم بنا شما به خدا. و هر جا تو ابرو مر بریختون دیگه. یا الله بفرمایید. یا الله کارم عباس. یا الله وقتی. یا الله. من هستم. بخیر لالا بخیر. نه تو بخیر برو. قواری ورسه که تو من هستم. کاش که مرده خوبی هم میشوشته که تو با میستدی. اشتری بچه بکن خوبی خیریته شکر ساعت خوبه جان جونه خبر شدی؟ از چی؟ بابا دیگه از این مسئله دختر مه خب چه کار شده؟ معامله و فسخ کردم یعنی طلاق گیر بستونده؟ خب این چیز گپی نبود دیگه ما 2 کلمه گپ باتی دستی بکری بودیم دیگه هیچ گپ سخن نشده بود دیگه 70,000 پم تا اون دادم 30,000 به سر پیشکش بگیشتی بودن گفتم یارو برادر من از این گپای که خبر شدم گفتم از این معامله مصلحت مرتیر 30,000 بدارن یا 1 لک ریپه بفهمیدی؟ بله اصلا یک چیزی به تو بگم میفهمی گپ چیه؟ بله امی خیشی که آدم کسی نمیشناسه تا خوب 3-4 طرف بر از خونه میکنه هیچ وقت همین خیشی نکنه فایده نداره عاقبت یعنی از عاقبت بدتره گناه خانم من اگه بدن نمی بود اگه کار از اول تو برازاده بودی از تو کسی بیتر نگو راست میگیم ما همین جگا مصرف همین گواه و همین جگا کار میکنم دیگه میبینی روز تا شب ای با خوبه چاشت میمون ما نمیشین نه سلامت باش کوکو یار خوشحال خداحافظ سلامت باشین بازم بخیر باشین زنده باش
نه سلام علیکم نه باشین خوبه الهی شکر سلامت باشین مریض خسته کنی الهی شکر بله یک چیز دیگه نه خبر داریم از همین موضوع همین واسه کاکامه همین طلاق همین زبیدر بستوندم از همین بله همین طلاق از اون بستوندم یاری همین 2 دقیقه پیشتر من بچه کاکا خود بدیدم من بالی همین اسب سوار بود همین تا میرفت یعنی یک بار همین تا گپی شدم دیگه اختلاط کردم همین تا طلاق یعنی دختر خود من بستوندم باز واقعیت همین تا برای من گفت اگر تو رضایت داری مادر خود ریک و مشکل نداره از خود مانی دختر خود من میدم دیگه بازم من خوشحال شدم که میفهمم مادر خوب گپ میریم دیگه یعنی بخیر یک چیز دیگه سکنیم شما همین خالی مرم خودی خوب ببرین یک کناریم همین خالی مرم ببرین بخکل درست خودی گفته مشکل نداره بیاین دیگه صحیحه خوبه خداحافظ نه یک چیز دیگه فکر کنیم اگر رفتیم اونجا عیانن که اگه خود زبیده رزی بوده یک زنگ برای من بزنیم خوبه خیر ببینی درسته کار نداری خداحافظ شما میگه کو به کو نمیرسه آدم با آدم میرسه خدایا شکر دارم خدایا